عبدالرزاق به تاجیکستان آمده است. خبرنگار ازیا پلیوس بلاگری معروف را در مهمانخانه کنگور در دوشنبه واخورد. استوری اینستاگرام به وطن پس از 4 سال برگشته است. عبدالرزاق در مصاحبه مخصوص از حیات و فعالیت شناسایی با سلمان خان، آموختن زبان‌های خارجی و مقصدهای آینده‌اش گفت: شکرانه خدا بهترین کارم ناز رفته شده است. از رشد تاجیکستان دمگیری آمدیم یک چند روزه با انشالله دولت خارجی کار رسید. بسیاری شو سیام که داریم، شوی برای مثلا هندیسکی شو، من دیگه نمود شو سیام که داریم. باز کم کم همین بلاگری میکنیم، ولی خدا خواه نصیب در آینده با خوندن سرودوی نو، بیدوی نو انشالله نشود. ما وقتی که در دبی شنا شدیم با امروی سلمان خان، بهترین آدم گفتن که ماشاءالله تو تلنتت هست، دستگیری میکنیم. با شوی بیگ باس دعوت کردن، رفتیم. شو 4 ماه در خودی هندوستان بودم، در خودی یک در درونی یک دوم رنگی که دوم دو گفتگی از شو هست، رنگی همون شو بودم. بهترین گذشت. 4 ماه باز زبان هندیسکی یاد گرفتم، بهترین شد. زبان انگلیسی من فقط با صحبت کردن یاد گرفتم. با همراهی همون کارگرامون صحبت کردیم. یاد گرفتم میده میخوای صحبت کردن. در طول همین 1 سال قریب یاد گرفتم. مثلا من بسیار زبان ها قطعی سرود میخونم. با زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی، هندیسکی، ترکی، بسیار زبان ها قطعی میخونم. نیکی اکن یک خیلی وقت زبانشون رو نمیفهمم. برای مثال اگر سرود هندیسکی خونم زبانشون نمیفهمم، چون که هندیسکی را یاد گرفتگیم. ترکی زبانشون نمیفهمم، نیکی خوندم میتونم. در زندگی باید که انسان کله خودش رو کار فرماید و کسانی که هر گپی ریزی می نویسد یا یکون گپی تحقیر میکنن، اون رو با اونها اهمیت دادن در کنه، چون که با اونها وقتی که اهمیت دادید شما هم رنگی او همیخه میشوید و اونها اهمیت ندین. فقط یکون وقت فراموش نکنین نمازاتون، خداوند فراموش نکنین، اگر خداوند به تمام قله ها میرسونتون در زندگی. ازدواج میکنم خودم. انشالله نشود نصیب. عبدالرزاق در یوتیوب 1.5 میلیون و در اینستاگرام قریب 8 میلیون پیگیر داشته در سراسر دنیا او را میشناسند. او در بریتانیا طرفخانه نیز دارد. همچنین اولین شهروند تاجیکستان است که روادید درازمدت امارات متحده عرب را صاحب شده است. بلاگر تاجیک در لایحه‌های بزرگ همراه ستاره‌های جهان فعالیت کرده است. در فیلم با هنرمند هند سلمان خان نقش آفریده است. نماهنگ‌های او را حدود 40 میلیون بار بازدید کردند. او در این سفر خود می‌خواهد فرهنگ تاجیکستان را به جهانیان معرفی کند. حسیاتو همین بهترین است که انشالله پدر و مادر رفته میبینیم. قشلاقمون رو یاد کردیم، چند سال بود قشلاقمون رفتگی نبودیم. بود و هوای تاجیکستان رو یاد کردیم. انشالله که اکن من دوشنبه اومدیم، بود و هواش دیگر است، همه چیز دیگر است. اومدیم که کلیپ های تاجیک کنیم، ویدیوهای تاجیک کنیم. میخوایم که لباس های ملی تاجیکستان پوشیده در تمام روی دنیا تاجیکستان معرفی کنیم. انشالله با دولت های خارجی که رفتیم پرچم تاجیکستان گرفته میبریم، لباس های ملی تاجیکستان پوشیده گرفته میبریم. با آدم های خارجی ها لباسی توقع های ملی تاجیکستان پدرکه میبریم. کوههای تاجیکستان میخواهیم که ما در تمام روی دنیا نشون بدیم منظره های زیبای تاجیکستان. برای همین ما اومدیم که تاجیکستان عزیزمون معرفی کنیم و گفتنیم که همه وقت تاجیکستان با پیش.